دوباره خوش آمدین بینندگان عزیز. امشب نیز با جناب فاروق وردک وزیر صاحب معارف افغانستان مصاحبه داریم که این مصاحبه ما به شکل زنده و بسیار داغ پیش میره که توجه هر یک شما را جلب میکنیم. قسمی که معلوم میشه جناب وزیر صاحب فکر میکنم در راسن این تشریف آوردن. بسیار خوب جناب وزیر صاحب بفرمایید بشینین. تشکر، زنده باشین. میخوایم سوال اول از شما بپرسم که زیاد به کدام خارجی احترام دارین؟ آقای پیتر کرولی. از کدام کشورها زیاد خوشتان آمده؟ نروژ، دنمارک، سویدن. شعارتان چیست جناب وزیر صاحب؟ Education for all. یعنی چی وزیر صاحب؟ تعلیم برای همه. جناب وردک صاحب در مورد وزارت معارف بگین و همچنان بگین که نظرتان در مورد تعلیم چی است؟ بارها ما و شما در طول سال گذشته صحبت کردیم از Global Partnership for Education. یعنی چی وزیر صاحب؟ گپ آخرتان چی معنی داره؟ مشارکت جهانی برای تعلیم. جناب وردک صاحب رسانه ها گزارش دادن که کتاب های درسی وزارت معارف اشتباهات املایی زیاد داره. نهایت خوشحال هستیم، به همه شما مبارکباد عرض میکنیم. یعنی چی؟ نتیجه اشتباهات املایی به کی برمیگرده؟ به رئیس جمهور خردمند افغانستان که حامی بزرگ معارف افغانستان است. اگر بخواین که کتاب ها اشتباه نداشته باشه شما چی کار میکنین؟ به امرای شما در میان میگذاریم. چی وقت؟ امروز. خیلی بگوین که در روسیتان چقدر پول مصرف کردین؟ با مبلغ 55.7 میلیون دلار. این خیلی زیاد نیست؟ است. این را بگوین که فعلا درستان در کجا رسیده؟ الف. خیلی ما بگوین که از اطفال خیابانی و محروم از معارف چی کسی نمایندگی میکنه؟ نمایندگیشان توسط لوکل دونرز گروپ میشه. لطفاً فارسی بگوین. این را میفهمین که سواد انگلیسی ما نم کشیده. دونرها و تمویل کنندگانی که در افغانستان موجود است. خیلی چرا فارسی نمیگین؟ کفایت نمیکنه. یعنی فارسی نمیفهمین؟ نه خیر. خیلی بگن که چگونه به چوکی وزارت رسیدین؟ بارها توسط جامعه جهانی ارزیابی شدیم که ما این ظرفیت داریم یا نداریم. با ما بگین ایره که بچه‌هایتان در کجا کار میکنن؟ در سکتور هیومن ریسورس دیولپمنت با هم کار میکند. ببینین باز انگلیسی گفتین. وزارت معارف چی برنامه‌ای را شما زیر دست دارین؟ چی برنامه ها را ما زیر دست داریم؟ خب من چی میفهم شما بگین؟ 13 ولایت میخوایم بر شما نام بگیریم. یعنی برنامه هایتان نام گرفتن امی 13 ولایت است؟ این باید واضح بسازم به خصوص به شما اهل مطبوعات که تنها این برنامه است که فوکسش سر 55 ولسوالی در 13 ولایت است. چرا کوشش میکنین که برنامه هایتان فقط نام گرفتن از 13 ولایت باشه؟ چرا ما لاچار هستیم که به یک فوکس خاص داشته باشیم؟ فوکس چی معنی؟ یک مثال اگر با شما در میان بگذاریم، وقتی که شما پولیو را اردیکیت میکنین. چی میکنین؟ پولیو را از بین میبرین. ما چیز نفهمیدین. شما چی میگین؟ خود طبیعی است که واکسین پولیو را انسان در جای تطبیق میکنه جایی که نشانه های موجودیت پولیو دیده شده باشد. جناب وزیر صاحب ما شما در مورد پولیو چیزی نپرسیدم. گفتم از برنامه‌هایتان بگین شما از 13 ولایت یاد کردین. گفتم فوکس چی مانا؟ موضوع پولیو را در میان گذاشتین. چرا میخواین که از پرسش های ما شما فرار کنین؟ ما در این برنامه امهای به تعلیمی و بسوادی فوکس ما در این ولسوالی هاست. از این موضوعات کاملا تیر میشیم. فکر میکنیم که کم خودمانی باید صحبت کنیم و یگان سوال خصوصی از شما پرسان میکنیم. چند بار عروسی کردین جناب وردک صاحب؟ 4 بار؟ یک حقیقت داره؟ یک حقیقتی که در افغانستان با مدارک و شواهد به اثبات رسید. با کدام شیوه میخواین که از پیش جامعه جهانی پول بکنین؟ شیوه های گوناگون. خیره بگین که با ولسوالی ها چگونه معلم های خانم شما روان میکنین؟ در شهرها معلمین اناس با محرمشان استخدام کنیم و برن در این ولسوالی ها به حیث معلم افای وظیفه کند. اگر محرم این معلم ها بی سواد بود باز چی؟ اولین کارش در پهلوی تدریس تربیه معلمین اناس می باشه. جناب وردک صاحب بسیاری از شاگردا بالای معلمین خود بدماشی میکنن. در این قسمت شما چی برنامه دارین؟ عفو میخوایم، ما سوال مکمل نگرفتیم. سوال چی بودم؟ گفتم بسیاری از شاگردا بالای معلمین خود بدماشی میکنن. در این قسمت شما چی برنامه دارین؟ شما اصل سوال پرسان کردین. خب طبعا حال جوابش میخوایم. عمدتا 30 کشور در پشت سر عزیز.
در پشت سر بدماشای مکاتب 30 کشور. اگر ما غلط نکنم معین صاحبای وزارت معارف در اینجا ششته که از ما که در پیش در وزارت معارف کار کرد. خوش دارین در کدام جاها شما وظیفه اجرا کنین؟ جایی که گنجایش دزدی و فساد موجود است. چرا؟ از کار در وزارت معارف خوشتان نامد؟ معارف جای فساد نیست، معارف جای دزدی نیست، معارف جای از این نیست که جب کسی زده شود. چی رقم میزنید؟ از تنخواه معلم داخل ما چی را پت میکنید؟ از متعلم داخل ما که بدل اعاشه باشد چی را دزدی میکنید؟ راست میگی وزیر صاحب، راست میگی. در معارف هیچ کس نمیتونه که درست خورد برد داشته باشه. همون یک اون جای دیگه خوب است نه؟ ما بازم اینا نمیگیم که معارف ما ولیا ششتیم. ما میفهمم، نیاز به تشریح نداره وردک صاحب، ولی چیزی را که ما برای شما حساب دادم گنجایش دزدی در معارف کم است. بله من میفهمم، کل چیز میفهمم جناب وزیر صاحب. ما امیدوار هستم که به مراد دلتان برسین. حالی را بگوین خیلی که چرا دزدی در وزارت معارف کم شده؟ قراردادی یا شرکت والا گرفته. در ریاضی صنف 12 شما بگوین که دقیقاً چند نمره گرفتین؟ 0. خب بیننده های عزیز، این بود گزارش یا مصاحبه ویژه که با جناب فاروق وردک وزیر صاحب معارف افغانستان به طور زنده ما انجام دادیم. خدا کنه که خوشتان آمده باشه و چیز فهمیده باشین. یک وقفه کوتاه داریم.